توی کامنت ازم خواسته بودین که ایده ساده بذارم و اینکه براتون وسایل شوخی درست بکنم و اینکه از کاراکتر سکونا هم بیشتر بذارم. یه مقوای اشتباه آوردم و یه کارت مثل قاب درست کردم با 2 تا مقوای دیگه که دیدین. اینجا رو بریدم شد قاب. این شکلی باید ببرین. چسب 2 طرفمو زدم به یکی از این مقوایی که بریده بودم و به بغل این قابم. بعد اون یه تیکه مقوای رو زدم به ته کارتم این شکلی. بعد یه تلق آوردم به اندازه این یکی کارت دومیه بریدم و اینجوری درست کردم براش که تلقه باز و بسته شه راحت‌تر. اینطوری بعد از که طرحتون رو کشیدین و رنگ کردین این تلقه رو بیارین و خطای اصلی هم بکشین. بعدش طرح رو بذارین پشت اون کارتی که چسبونده بودین و تلقه بیارین و در آخر قابه هم بچسبونین که این شکلی میشه. ازم طرح کاراکتر سکونا هم خواسته بودین که اومدم اونجا رو هم بکشم و نکشیدم. اوکی بچه‌ها، شطور دیدین ندیدین و بعدش هم رنگش کردیم و تکمیل شد. با این تکنیک جادویی همه رو شگفت زده بکنین. از 10 به کارم امتیاز بدین.